تا حالا شده ساعتها پشت یه در بسته بشینی و گریه کنی، فریاد بزنی، التماس کنی که یکی بیاد نجاتت بده، فقط واسه این که تهش بفهمی اون در اصلاً قفل نبوده؟ داستان زندگی خیلی از ما همینه رفیق. داریم با تمام وجود گدایی میکنیم واسه چیزایی که همین الان صاحبشیم. جوابش تلخه ولی باید بشنوی. تا زمانی که برای نجات خودت چشم دوختی به بیرون از خودت، بارها و بارها زمین میخوری. این سقوطها اتفاقی نیستن. اینا چک‌های آبدار کائناتن تا شاید از خواب بیدار شی. امروز تو فانوس میخوایم پرونده گدایی کردن رو واسه همیشه ببندیم. میخوایم اون پادشاهی که ته وجودت خاک میخوره رو بیدار کنیم. آماده ای؟ بیایید رو راست باشیم. وقتی میگم گدایی فکر نکن منظورم کاسه دست گرفتن سر چهارراهه. نه، گدایی مدرن خیلی شیک‌تره. گدایی یعنی حالت خوب نیست مگه اینکه اون زنگ بزنه. گدایی یعنی ارزشت رو تو تعداد لایک های بقیه جستجو میکنی. گدایی یعنی نشستی کنج خونه و منتظری یه دستی از غیب بیاد، یه معجزه‌ای بشه، یا یه آدمی با اسب سفید بیاد و تو رو خوشبخت کنه. این ذهنیت یه برده است. برده ها همیشه منتظر اربابن تا بهشون بگه کی خوشحال باشن و کی ناراحت. رفیق، وقتی شادیت رو گره میزنی به رفتار بقیه، در واقع ریموت کنترل زندگیت رو دادی دست یه مشت آدم دیوونه. چرا میگم دیوونه؟ چون آدما متغیرن. امروز هستن، فردا نیستن. امروز قربون صدقت میرن، فردا حتی اسمت رو هم یادشون نمیاد. تکیه کردن به آدم‌ها مثل تکیه دادن به دیواریه که روی گسل زلزله ساخته شده. اینجا میرسیم به قانون نانوشته طبیعت، قانونی که رحم نداره اما عدالت مطلقه. جهان هستی طوری طراحی شده که هر چیز ضعیفی رو حذف کنه. وقتی خودت رو ضعیف نشون میدی، وقتی التماس میکنی، جهان تو رو بیشتر له میکنه. نه چون ازت متنفره، نه، برای اینکه داره بهت پیام میده. داره فریاد میزنه مسیر رو اشتباه اومدی. تا وقتی برای نجات خودمون به بیرون تکیه کنیم، زمین میخوریم. این قانون هستیه. هر بار که زمین میخوری، زمین داره تو گوشت داد میزنه روی پاهای خودت وایسا. هیچ منجی در کار نیست. قهرمان قصه تو همونیه که تو آینه نگاهش نمی کنی. حالا سوال اینجاست، چطوری از این وضعیت بیایم بیرون؟ جوابش یک کلمه است: کشف کردن. دقت کن، نگفتم ساختن، گفتم کشف کردن. چون تو چیزی کم نداری، تو خالی نیستی، فقط یادت رفته کی هستی. حقیقت اینه که ما خود پادشاهیم. پادشاه گدایی نمیکنه، فرمان میده. پادشاه دنبال منابع نمیگرده، منابع رو خلق میکنه. پادشاه تنهاست، آره، اما احساس تنهایی نمیکنه، چون یک قلمرو داره به اسم درون. وقتی شروع کنی به تکیه کردن به خودت، وقتی به جای راضی کردن بقیه روی بدنت، روی ذهنت و روی جیبت کار کنی، فرکانست عوض میشه. دیگه دنبال نور نیستی، خودت تبدیل میشی به خورشید. و خاصیت خورشید چیه؟ سیارات خود به خود دورش میچرخن. این پارادوکس بزرگ زندگیه. از همین لحظه 3 فرمان برای شروع پادشاهیت. فرمان اول، حذف نویز. تمام کانال هایی که بهت حس نیاز میدن رو ببند. آدم هایی که فقط وقتی کار دارن پیداشون میشن رو حذف کن. پادشاه از خلوت نمیترسه. خلوت لازمه شنیدن صدای خودته. فرمان دوم، تولید کن، مصرف نکن. گدا مصرف کننده است، پادشاه تولید کننده است. مهارت بساز، ارزش خلق کن، کاری کن دنیا به تو نیاز داشته باشه. فرمان سوم، مسئولیت مطلق. اگه زمین خوردی، نگو فلانی هلم داد، بگو من تعاولم رو حفظ نکردم.
اینجاست که قدرت برمیگرده دست خودت. یادت باشه رفیق، تاریکترین لحظه شب درست قبل از طلوع خورشیده. اگه الان تو تاریکی هستی، اگه حس میکنی همه رهات کردن، بهت تبریک میگم. تو بهترین نقطه ممکنی برای شروع پادشاهی. به بیرون نگاه نکن. فانوس رو بردار و برو تو غار تنهایی خودت. اونجا گنجیه که کل دنیا حسرتش رو میخوره. خودت رو کشف کن و پادشاهی کن. اینجا فانوسه، جایی برای اینکه خورشید خودت باشی.